درخواست ما از دولت مرکزی خصوصا جناب صاحب اشرف غنی و رئیس اجرایه همی است که همی تنش‌ها و اختلافاتی که در دولت رخ داده همی را محو بکنند، همی والی ما را گشته در جایش برقرار بانند. ما از همی والی مراجعت یک ساکن شهر مزار شریف به حکومت افغانستان است که به عطا محمد نور رئیس ولایت بلخ نرسند و بگذارند که او کار کند. جنجال برای مقام والی بلخ از ولایت‌های استراتژی افغانستان نگرانی‌ها درباره خروج مناقشه داخلی را برانگیخته است. خودش میگوید رئیس جمهور اشرف غنی میخواهد او را به زور از مقامش برکنار کند. جرم ما چی است که در برابر ما توطئه صورت میگیره؟ جرم ما همی است که علیه تروریسم جنگیدیم، با غرب متحد باقی ماندیم. جرم ما همی است که در برابر زورگویی‌های با اصطلاح یا دزدای ارگ و سپیدار نه گفتیم. جرم ما همی است که عدالت واقعی اجتماعی و سیاسی در سرتاسر افغانستان می‌خواهیم. عطا محمد نور که گفته است در انتخابات آینده رئیس جمهوری در افغانستان شرکت میکند، اشرف غنی را با آن متهم میکند که او میخواهد به همین وسیله از رقیب احتمالی قوی انتخاباتی و تاجیک قدرتمند خلاص شود. او یکی از شریکان پیشینش رئیس حکومت اجراییه عبدالله را به خیانت به ارزش‌های حزب جمعیت اسلامی متهم میکند. چون دکتر عبدالله ضعف خود به نمایش گذاشت، در تمام بی‌کفایت‌ها شریک است و در برابر تمام جنایات به تفاوت باقی مانده. دیگه جمعیت به سر دکتر عبدالله سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. عطا محمد نور یکی از شخصیت‌های با نفوذ است که یک 10 ساله باز بلخ از آرامترین ولایت‌های افغانستان را مدیریت می‌کند. از رهبران حزب جمعیت اسلامی است و طرفداری زیاد دارد. و جناب والی صاحب در واقع در ولایت بلخ خدمت خود کرده و مردم طرفداری هم است که باید جناب والی صاحب در ولایت بلخ باشند. اشرف غنی ماه گذشته نامه استعفای عطا محمد نور را امضا کرد، اما او از مقامش نرفت زیرا شرط‌های استعفایش را نپذیرفتند. حکومت افغانستان مسئله را شرح نمی‌دهد. عطا محمد نور که در تاجیکستان رساله نامزدی حمایت کرده است، از مجاهدان است که ضد شوروی در افغانستان جنگیده است و یکی از افراد ثروتمند افغانستان به حساب می رود. سازمان دیدبان حقوق بشر سال 2015 گفت دلیل‌های قوی دارد که دست داشتن عطا محمد نور در نقض حقوق مردم را نشان می‌دهد. خودش این ادعا را رد کرده است. در بلخ ما راضی هستیم که تغییرات باید بیاید.